دیگه با چایتون قند و شکر و شکلات نخورید، به جاش یام نباتای شیری رو درست کنید و ازش لذت ببرید. مواد لازمش هم خیلی کمه. نیاز داریم به 1 لیوان شکر، 1 لیوان شیر. برای عطر بیشتر چند تا گل رز خشک‌شده اضافه کنید و بذارید روی حرارت زیاد تا شیر به جوش بیاد. وقتی شیر شروع به جوشیدن کرد و شکر کاملا حل شد، روی حرارت متوسط قرار بدید تا شیر غلیظ بشه. هر از گاهی هم بزنید تا شیرتون ته نگیره. این کار تقریبا 20 دقیقه طول می‌کشه. بعد از 15 دقیقه که دیدید شیر داره غلیظ میشه، روی حرارت کم قرار بدید و بهش 1/2 قاشق چایخوری پودر هل و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو تازه اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. یه قطره از شیر غلیظ شده داخل آب سرد بریزید و اگه سری صفر شده داخل آب حل نشد، یعنی مخلوط شیریتون آماده شده. از روی حرارت برش دارید و کمی هم بزنید تا از داغی بیفته. بعد داخل ظرف دلخواهتون پودر پسته یا گردو بریزید و مخلوط شیری رو اضافه کنید و روش رو صاف کنید تا یک دست بشه. در آخر میتونید به دلخواه روش پودر پسته و گل بپاشید و بذارید داخل یخچال تا کاملا سفت بشه. بعد از 1 ساعت به شکل دلخواه برش بزنید و در کنار چایتون میل کنید. اگه از این آموزش خوشت اومد حتما لایکش کن و کانال منو سابسکرایب کن تا آموزش‌های بعدی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.